ساندویچیا مایه بندری و اینجوری نیمه آماده درست میکنن و هر موقع که سفارش بدید فقط تفتش میکنن. حالا بهتون میگم که چی کارش کنید که خوشمزه ترم بشه. قبل هر چیزی نیاز دارید به یه سوسیس آلمانی معمولی که اصلا نیاز نیست حالا درصد بالا هم باشه. اوریب خوردشون کنید و بذارید کنار. اول پیاز فراوون رو بذارید تو آب و زردچوبه یه 10 دقیقه بجوشه. در ادامه هم آبکششون کنید و با یک کم فلفل دلمه تفتشون بدید. حالا اینجا دونه دونه اینا رو به ترتیب اضافهشون کنید. رب، نمک، فلفل سیاه، کاری و ترکیباتی که خوشمزش میکنه. گوجه رنده شده، سس تند گلوریا، سس باربیکیو و یکم آب برای رقیق تر شدن. دیگه کار تمومه و این مایه هم حداقل باید 3-4 ساعت توی یخچال بمونه و بعدن هر چقدر خواستید بردارید و تفت بدید. حالا اگه دقیقاً همین جوری درستش کنید یه طعم خیلی خوب و از بندری میتونید تجربه. تازه اینم بگم در آخرم هم میتونید ساندویچش کنید هم با یکم چیپس و پنیر با یه ساندویچ ساز یه اسنک خوشمزه ازش در بیارید که به نظرم برای دور همی‌ها هم عالیه. خلاصه این که این یه بندری خیلی خوشمزه به سبک ساندویچی های نوستالژیه. یا خودتون درستش کنید یا بفرستید برای اونی که باید براتون درستش کنه. در کل امیدوارم که شما هم